الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج. رواه الترمذي وقال حديث صحيح غریب. حضرت ابو هریره رضی الله عنه می‌فرماد که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در مورد این سوال شد که چه چیزی بیشتر از هر چیز دیگه مردم رو به بهشت وارد میکنه. فرمودن که تقوای الله و اخلاق زیبا. تقوا یعنی اتباع سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، ترک گناه‌ها و معصیت‌ها و پایبندی به فرائض. و اخلاق زیبا یعنی که انسان سعی بکنی حق دیگران را رعایت بکنی و طوری برخورد بکنی که در گفتار، رفتار، نشست، برخاست، در خلوت، جلوت، جلو و پشت سر مردم از شما راضی باشن و کسی را آزار ندی و باعث آزار و اذیت کسی نشی. خدا تعالی توفیق بده که ما انشالله این صفت زیبا رو در خود پیاده بکنیم.